لیمان فیلم تقدیم می‌کند. آنکی اکین مت دایماز آیکو چلنج Burak Çelik, Uğur Çavuşoğlu, Hakan Merişliler, Ali Döşen Kalkan ve Leni Filozof da Doktarı Çupan. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Yarenin kollarında, elimin koynlarında. Korkma düşmekten aşka, hayat sevince güzel. Nereden geldik dünyaya, hayatı yaşamaya. Aç gönlünü sevdaya, hayat sevince güzel. یا بابا مسیر رو داریم درست میریم. اینجا که غیر کوه و دشت چیزی نی که. آره بابا مسیر درسته، ادامه بدیم. بابا جون هر وقت تو گفتی مسیرمون درسته راهو گم کردیم. نه ترسی بابا، من اینجا رو اینو کف دستم بلدم. بری هر وقت میگی مضطرب نشی ما 100% راهو گم کردیم. تو دلیل تمام استرسای منی عزیزم. کاملا با مامان موافقم. خب بابا واسه اینکه خیالتون راحت شه به نقشه نگاه میکنم. ببینم تابلو ایلدی رو رد کردی؟ سواش تابلوی ایلدی رو رد کردی؟ ایلدیر چیه؟ ما که تو جاده ایلدیر نیستیم. مگه چند دقیقه پیش نگذاشتیم؟ وایسا ببینم کجا داری میری؟ نرو تو جاده. آقا حالتون خوبه؟ صدای منو میشنوی؟ آره صدا میشنوی؟ بابا دختر اگه نادون با من درست حرف بزنه. همینه که هست. بابا خوبی اینطوریت که نشده بابا. برش گردون مراقب باش. صبر کن اینو بذارم زیر سرش. من کجام؟ بابا، طاقت بیار. کجام؟ چی داره میگه؟ انگار داره روسی حرف میزنه. آخه از کجا زبون روسی اختلال بلده؟ چند شخصیتی نداشت، جن زده شده ها. وقتی با آدمای روسی بپره همین میشه. غلط نکنم یواشکی زن روسی گرفته. قربونت برم چشاتو باز کن شناسی. خواهش میکنم. آی به خدا دیگه هیچ وقت پر نمیزنم. اصلا تو جون بخواد جونم من براس میدم. قول میدی؟ قول میدم. باشه پس من خوبم. آی بابا حالت خوبه؟ به لطف یه سر رفتم اون دنیا با برگشتم. همش تقصیر این دختره دیوونه است. بیدار. وگرنه من که رانندگیم خوبه. هی منو نگاه کن ببینم. تو دقیقا به کی گفتی دیوونه؟ به تو گفتم. اعتراضی داری؟ آره اعتراض دارم. گوسفندهای من فرار کردن. آخه تو به این میگی رانندگی گاری سوار. بعیدم نیست که گواهینامه نداشته باشی. گاری سوار خودتی. آخه گوسفند وسط جاده چیکار میکنه؟ بس کنین دیگه الان که وقت این حرفا نی. بابا حالت خوبه؟ جایت که نشکسته ها؟ چیکار کردی؟ دست نزن. اون در میکنه در. خیلی خوب دیگه باشه دست نزن ولش کن. باید ببریمش بیمارستان. نزدیکترین بیمارستان کجاست؟ با من بودی؟ آره با تو بود. بگو دیگه بیمارستان کجاست؟ ببینم تو دقیقا چه مرکز هیدری عربده میکشی صدا تو بلند کنی به چه حرفی داری میزنی؟ ببخشید خانم باید پدرمو ببریم نزدیکترین بیمارستان. این دورو برای بیمارستان نداریم اما توی ده یه درمونگاه هست میتونیم ببریمش اونجا. خدایا ببین چه جوری افتادیم ناکجا آباد. ناکجا آباد شهر توه نفهم. نگاش کن تو خانم چه رویی هم دارم. به جای عذرخواهی زبان درازی هم میکنه. چه عذرخواهی کنم ها؟ مگه من چیکار کردم؟ یکم دیگه ور بزنی با سنگ مختو خورد میکنم ها. میدونی چیه؟ حیف که زنی وگرنه فکتو میآوردم پایین. اصلا فکر کن من زن نیستم. آنیار یه ببینم چطوری میخوای بزنی؟ بیخیال اگه هستی. راست میگی بیا بزن. بیخیال دیگه بابا کوتاه بیا. ای بابا. نداره مرد زواش.
به جای این کارا حواست به بابا باشه. با بد کسی در افتادی بچه. شما خونه خودتو کثیف نکنین. داداش من یه خورده عصبیه. پس برو اون داداش عصبی تو جمع کن. آقا پسر تو اون روی منو بالا نیورده. من دیگه قول میدم از این غلطو نکنه. ما زودتر باید بریم بیمارستان. حالی بابام اصلا خوب نیست. باریش بیمارستان نمیشه که. ببین سرت داره خون میاد. پاتم نمیتونی تکون بدی. باز بریم بیمارستان. بابا پلیسا میان. عمو جان میخوای من شما رو ببرم ده خودمون؟ یه پماد داریم از اون بزنی خوب میشی. شوخیش گرفته. نه جدی میگم، پدر بزرگم درست میکنه، میگه علفیه که باش مرهم درست میکنیم، اونو بزنی خوب میشی. از همه رو شفا میده. بابام داره اینجا جون میده. اون وقت تو ما رو مسخره کردی؟ آره من تو رو مسخره کردم. آخه شیطونه میگه. ای بابا صبر کنی، اینقدر زود قضاوت نکن. سالهاست پدرت با همین داروها مردمو خوب کرده. شاید واقعا خوب باشه. بابا نمیتونه بریم بیمارستان. ممکنه پلیس بیاد. فعلا بریم اونجایی که دختره میگه. شاید بعدا یه کارش کنیم. باشه پس بابا رو بلند کنیم بریم. باش. یواش من هم تو دارم. بیا بریم راهو نشون. آی وای اینجا اونجا. بیا چیزی نمونده. لطفا سوار شو. دیگه بازی در نیار دیگه. من از کجا بدونم نمیخواین منو بدزدین؟ اصلا معلوم هست چی داری میگی؟ شناسی اینجا چه خبره؟ میگم بیا راهو نشون بده. میگه معلوم نیست، شاید منو بدزدین. از کجا معلوم؟ شاید میخواین منو گروگان بگیرید. ها کی میدونه؟ ها بگو. راست میگه. شاید بخوایم بدزدیمش. اصلا چرا ندزدیم؟ بیا ببینم. سوار شو ببینم. ساکت شو. چی کار میکنه؟ دلم کنه. بسه. من تسلیم شدم. تموم شد. تقصیر خودت بود. مگه چی کارت کرد که این بلا رو سرشو بردی؟ شما کی هستین ها؟ چی از جون من میخوان؟ بابا آروم باش. تو چرا از ما میترسی؟ خدا ازت نگذره. پس واسه چی منو کشوندین این تو ها؟ چه بلایی میخواین سر من بیارین؟ منو کجا میخواین ببرین؟ یکی اینو خفش کنه. هر جا تو بگی ما میریم. باشه به جنبین دیگه. بگو از کدوم طرف برن. شفیقه شناسی یه طوری شد. عجله کن پسرم، زود باش عجله کن. بابا داره میمیره، زود باش راه بیفت. باشه از کدوم طرف بره؟ عجله کن. بگو از کدوم طرف. باید مستقیم بری، بعد میپیچی به چپ. اونجا یه چشم هست، از چشمی که بپیچی به چپ از اون تپه میری بالا، بعد میرسی به ده ما. خیلی ممنونم. ببین چی میگه آخه. اول خواهرت باید ازدواج کنه. آخه خدای من چه گناهی کردم. وقتی بچه بودیم ما به یخ میریختیم روش. نکنه تابانه اونو دارم پس میدم ها. اوف آبجی، کاش تو هم دست یکی رو میگرفتی و میومدی. امینه خدای باورم نمیشه. بیا وای خدایا چی شده؟ از ماشین پارت شده. خیلی هم اوضاعش ناجوره. امینه اونا رو برد ببینم. بدو مراقب باش. بیا بشین. بیا عمو. بیا بشین همینجوری. آروم بشین یواش. امینه تو بهشون برس، من برم اون مرهمو بردارم. باز گفت مرهم. اما برای همه چی خوبه. مطمئن باشین خیلی زود خوب میشه. تازه آبجی ظریف هم دستش خیلی سبکه. من میرم یکم آب بیارم. گوش کن شناسی، به خدا اگه بمیر خفت میکنم. بچه‌ها بیاین میخوام وصیت بابا کنم. خودت اذیت نکن. ما اینجا کنارتیم دیگه. باریش ریشتراشو میدم به تو. بابا دور از جونی حرفا چیه؟ شوگی اینجا بابا. اسمت برقی من برای تو باشه عزیزم. ساواش تو از همه بزرگتری. خانواده رو به تو میسپارم. دیگه از حالا به بعد باید قدماتو محکم برداری. دمپایی انگشتی ها من میدم به تو که تو که دمپایی انگشتی نداری. حالا بهتر شد. امینه مرهم نیست، گذاشته بودمش رو تاقچه. تو دنبال اون بودی؟ مگه ندادیمش به آقا کامل؟ آی خاک تو سرم کنن. آره واقعا خاک تو سر. خب حالا باز چیکار کنیم ها؟ حالا چیکار کنیم؟ تو کلبه هم یکی داشتی، میرم بیارمش. خب
آره راست میگی، آبجی اگه باشه فقط همونجاست. هیچی دیگه، کلبه هم به مرهم اضافه شد. تو دقیقاً چرا لال نمیشی ها؟ اصلا به تو چه؟ بیا با ماشین بریم برش داریم ها. اونجا با کاروان نمیشه، بالای کوهه. من خودم جیکسانیه میام. صبر کن تو فردا صبح هم نمیرسی. بیا با هم بریم خب دیگه. به هوش اومد. این بچه چرا اخباش رفته تو هم؟ شب دختره رو بهش ندادن. فکر کنم واسه اون آقا رستم. چرا قصه میخوری پسرم؟ مگه دختر دیگه برای تو نیست؟ من غیر از زمینه هیچ کسو نمیخوام. دلم نمیخواد. اتفاقا خیلی خوب شد. اگه با اونا فامیل میشدین من دیگه تو روی بابات نگام نمیکردم. این شرفی آقا رستم. من واسه والا. دلخوشی پسرم رفتم، وگرنه منو چه به اون صالح بابا. مختار بلند شو نگاه کن ببین چی میخوان. نذار با این ریخت و قیافه اینجا بچرخن. پاشا. این جان شما رو کم داشتم. Hello. چیکار دارین This مادام؟ town is wonderful. We love it. ها؟ I said yabancı, Urdu çok güzel. Çok güzel, çok güzel. آسمان، اون همه خارجی که خوندی بیا ببینم اینجا چی بلدی پسر جون. هلا. Hey, buddy, we're looking for a house. I mean, we wanna live here, so آها. yeah. بابا اینا از اینجا خیلی خوششون اومده. میخوان اینجا یه خونه بخرن. آره. من خونه مونه نداریم. خونه ها قد خودمونه، اضافه نیست. بریم نداریم دیگه. یالا ببینم. برو خونه. ببخشید. ببین چی پوشیده. مردم چیا که نمیپوشن. والا. میگم مختار سعی کن یکم عفت کلام داشته باشی. طرف میخواست تو روستا خونه بخره، چرا اونجوری قاطی کردی؟ نه بابا نه، ما که با توریستا مشکلی نداریم. آخه تو داری اینو به من میگی؟ از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. فرض کنیم این سوسوله با زنش اومدن تو دهمون خونه گرفتن. خب حالا به من بگو که چه فایده‌ای برای من داره؟ یعنی تو انتخابات به من رأی میدن؟ عجب، یعنی تو میگی بیان بگردن و بچرخن بعدش هم گروشونو گم کنن برن. آره؟ ای قربون دهنت، آفرین. خیلی راه مونده؟ میگم خیلی مونده تا برسی؟ نه جلوتو نگاه کن. یکم دیگه باید ببینی سمت چپ. ببینم تو هم موتور میترسی؟ بابا کی گفته من میترسم؟ منو محکم بگی نیفتی. من راحتم. بگی دختر جون بیفتی کار دستمون میگیره. خب اوی چیه؟ این چیه بابا؟ چجوری سوار این میشی؟ بیا واسش کن. آه ای بابا. بله تهوع گرفتم. صبر کن الان میام. ببینم این پماده اسمش چی بود؟ شپلزاک. آه. اینها. ای بابا اینجا بود نمیدیدمش. تو مطمئنی به درد میخوره؟ چجورم؟ یادت امینه گفت مرهمو دادیم به کامیل؟ اون کامیله 90 سالشه. اون روز از درخت افتاد، از 2 جا پاش شکست. 2 روز مرهمو زدیم رو زخمش، روز سوم با عصا راه افتاده بود این ور اون ور. عجب بابا. خب پس جادوییه ها؟ آره مرهم جادوییه. تو اینجوری فرض کن انگار من برات توضیح بدم تو میفهمی. بیا. عجب روانی. اینا کجا موندن پس؟
ماما من امروز نمیخوام برم مدرسه. عمو جان با من بودی؟ آره مامان جونم اصلا نمیخوام برم مدرسه امروز. ای وای دیوونش. ای وای. نه خیر اینجوری نمیشه. باید بریم بیمارستان. بری پلیسا بگیرنمون چی؟ دلم نمیخواد. مامان بابا حالش داره بدتر میشه. داره عقلشو از دست میده. باید بفهمیم جریان چیه. من این ترم تو 5 تا درس نمره پایین گرفتم ولی قول میدم ترم بعدی همه رو جبران کنم. تو خود عصبانی دستشون مامان جونم. نه بابا چرا باید عصبانی بشم؟ منم وقتی راهنمایی بودم 7 تا از درسامو نمره پایین گرفتم. آره بیا برید کنار برید کنار. عمو جان حالتون خوبه؟ خوبم عزیزم. آره نگران نباشید خودم درستش میکنم. صبر کنین. بابا من اینجا اینقدر قول نزن دیگه شفیقه. سیماش کلن قاطی کرد. باورم نمیشه حالا چی کار کنم؟ وضعیتش چطوره؟ میبینی که من که میگم بریم آره بیمارستان. راست میگی فکر نمی‌کنم این داروه به درد بخوره. خب یه ذره هم اینجا بزنم. آره آها خوب شد. یکم دیگه خوب میشه عمو جان اصلا نگران نباش. خب خیلی ممنون دست در. مامان چه خاکی تو سرمون کنیم؟ انگار یکم آروم شده. آره همینطوره. فعلا باید صبر کنیم. اگه حالش بدتر شد میریم بیمارستان نه؟ باشه همین کارو میکنیم. بی زحمته که خسته نمیشیم میرین کمک کنین باباتون دراز بکشه. عمو جان شما هم قشنگ استراحت کن. باشه آفرین عالی. خواهش می‌کنم. از قهوه خونه به عثمان از قهوه خونه به عثمان. آها چیزه چی آقا رستم چی میگی بگو. حالا چی شده مگه؟ ها؟ دنیا که به آخر نرسیده. آقا رستم اینقدر این بچه رو اذیت نکن دیگه. مگه من چی میگم سلیم؟ من خوبی خودشو میخوام. به خاطر این داریم تلاش میکنیم. زندگی همینه دیگه. ممکنه سر هر کدوم از ما بیاد. مگه نه هیچ امیدی ندارم. کی میاد ظریفه رو بگیره؟ خب میبری میدیش به این برنامه ازدواج. همونجا بالاخره یکی پیدا میشه بگیرتش دیگه. ببینمه محمد برو اون تلویزیون رو روشن کن پسر. پاشو بچه پاشو روشن کن. بذار یکم کیف کنه. ببین یکم لذت ببر. عزیزان یه تلفن زنگ زد. خب ببینم کیه. سلام. الو سفته خانم حالتون خوبه؟ ببینین ما عاشقیم یکی رو دوست داریم واسه همین بهتون زنگ زد. شما؟ مگه شما چند نفریم؟ خب ما 2 نفریم من و خواهرم. اسم من سحره اسم خواهرم ایلکنور از روستای شیپیلداک. از اونجا زنگ میزنیم. از روستای خودمونه. ای دخترای بی‌آبرو. اینا دخترای آقا رستم نیستن؟ زهر ما. میگفتی سهر جان بگو ببینم کیو دوست داری عزیزم. البته ببخشید کیا رو دوست داری؟ منظورم شما راستش من سحرم که عاشق بوراک شدم. سلام منم ایلکنورم. این خودمون منم عاشق آقا کمال. بهشون بگین بیان ما رو از بابامون خواستگاری کنن دیگه. چه با نمک برای همین موندین خونه. عزیزم شما باید تشریف بیارین اینجا. آره میدونم ولی شرایط ما خیلی پیچیده است. آره مثل روده. بهشون میگم. گوش کنی پدر ما یکم آدم عصبیه. راستش ما خواستگار زیاد داشتیم اما پدرم ما رو ندادش. چون ما خیلی پول داریم ما رو لایق کسی نمیدونست. الان اجازه نمیده تا استانبول بیایم. آخه میدونین چیه ما پول داریم. میدونین اصلا کاش ما پولدار نبودیم چی میشه کرد. شما اگه بیاین الان روستای شیپیلداک ازمیر از هر کسی که سراغ دخترای خوشگل آقا رستمو بگیرین همه آدرس ما رو بهتون میدن. دخترای آقا رستمو باش. راستی اینم بدونین که اگه کسی میخواد اطلاعات بیشتری در مورد ما 2 خواهرون داشته باشه ما رو میتونه از طریق فضای مجازی دنبال کنه. پرایوت ممنوعه ما نجیبیم. قصد ازدواج داریم.
میدونم چی کارتون کنم. میکشمتون. خودم میکشمتون. میکشمتون. صبر کنید. آقا رستم دنیا که به آخر نرسیده. اوف. به نظرتون این داروی شاپانک میتونه حال باباتون مامان جون خوب کنه؟ شاپانک چیه؟ شوپوداک. نه بابا شاپشاناکه. مگه نه ظریف جون؟ شپلداک. اسم شپلداکه. دستورش هم از جدمونه. فرقی نمیکنه. مهم اینه که اسمش خیلی مسخره است. چیه؟ به چی نگاه میکنی؟ بگم شپلداک درست میشه؟ بفرمایید اینم چایی. ممنون زحمت افتادی. مرسی عزیزم. ممنون. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خاله شفیقه. جانم عزیزم. بذارین راحت بخوابه. کاری هم داشتین منو صدا کنین. باشه عزیزم. خب دیگه ما رفتیم. خیلی ممنون. امیدوارم فقط خوب بشه. چیز دیگه ای نمیخوام. آبجی میخواستم یه چیزی بهت بگم. میخوام برای بابا غذا ببرم. میشه تو ببری؟ همینه. عجب حرفایی میزنی. آدم با باباش قهر میکنه. جدی میگی؟ چه معنی داره؟ گناه داره بابا. آخه آدم با پدر مادرش قهر نمیکنه که. تو هم هرچی زودتر اینا رو ردشون کن برن. به خدا اگه مختار به فهم غریبه اومده تو روستا قیامت به پا میکنه. میدونی که منم کله پوکش رو میکنم میذارم رو سینه. شک نکن. خواهر جونم کار درستی کردی. معلومه. تا کی باید دست رو دست بذاریم تا بترشیم؟ با تو ما که کار بدی نکردیم. گفتیم میخوایم ازدواج کنیم. میگم خواهر جون به نظرت بابا فهمیده؟ نه بابا خنگه. همیشه سرگرم تخت بازیه. به خدا میکشم. میکشمتون. بابا ای وای الان ما رو میکشه. میکشمتون. خجالت نمیکشین آبروی منو میبرین؟ خدا بگم چی کارتون نکنه. بابا جون مگه ما کار بدی کردیم؟ هنوزم داره حرف میزنه. چرا اینقدر ما رو شوهر ندادی تا بترسیم؟ بابا چی شده؟ تازه میپرسی چی شده؟ معلوم از 2 ساعت کجایی؟ رفته بودم چیز کنم. چی؟ صورتت چی شده؟ کتک خوردی؟ نه خوردم زمین. آره. ساکت. دروغ نگو. بازم از اون ضعیفه روانی کتک خوردی؟ نه بابا جون. از قد و قوارت خجالت بکش. هر روز میری از اون دختر سالک کتک میخوری یا میاد؟ نه بابا اینجوری هم نیست. ساکت شو. خجالت نمیکشی تو؟ بابا خجالت بکش. خدایا آخه من چه گناهی مرتکب شدم؟ درو باز کنید. گوش کن. حق نداری از جلو این در جون بخوری. خب باشه. هیچ کس حق نداره از این در رفت آمد بکنه. باشه شب میام ببینمت. فهمیدی؟ بله. پس از سر را برو کنار. الان چی شد؟ اما مختار چیه؟ چرا داد و بیداد میکنی؟ با بابام چی کار داری؟ میخوام تو رو ازش خواستگاری کنم. زنم میشه؟ به همین خیال باش. میخوام برم شهر درس بخونم. من نمیتونم زنت شم. خب واسه چی؟ چون موهات خیلی زشته. من موهای آرتیستا رو دوست دارم. واسه همین میرم شهر که مثل اونا درس بخونم. چیه چرا داد میزنی؟ چی شده بچه جون؟ همچین داد میزنی انگار دنبالت کردن. امو یه اتفاق وحشتناک افتاده. باز بدونی. چی شده بچه؟ بگو ببینم. یه اتفاق بد برامون افتاده. مردم در خطرن. عثمان به چی زل زدی؟ برو یه آبی چیزی بیار بدین بچه. آها باشه. بگو ببینم چه خبره. بگو یه خونه دیدم که داره حرکت میکنه. اما تو روستا خونه دیدم. مگه خونه حرکت میکنه؟ بچه میگه کاروان. بابا کاروان از این خونه ها که راه میرن مگه ندیدی؟ کاروان چی؟ نکنه تو دهمون غریبه اومده؟ آره دیگه عمو یه سری آدم غریبه اومدن تو روستا. چی؟ این غیر ممکنه. من اینو قبول نمی کنم.
ببینم اونا رو کجا دیدی؟ تو خونه آبجی ظریفه. خودم دیدمشون، ماشینشون خیلی گنده بود. از اون دختر مصیبت هیچی بعید نیست. را بیا بریم پسر جون، را بیا. باشه بریم. آمینه جون. آبجی آسمان. چی شد؟ بالاخره بابا تو رو داد به عثمان. یه جوری میگی انگار از هیچی خبر نداری. میدونم عزیزم، میدونم. میخواستم سر بحث رو باز کنم. تو فکر میکنی این اتفاق بدی بوده نه؟ اما چیزای مهمو داری از دست میدی. منظورت چیه؟ اون کار برای عشق شما یه تلنگر محکم بود. دخترم خوشبختی که به همین راحتی به دست نمیاد. باید صبور باشی، تحمل کنی، دلتنگ بشی. همینجوری که نمیشه. من نمیخوام صبر کنم، من عثمانمو میخوام. تو نباید پدرتو مقصر بدونی، حتما اونم یه چیزی میدونه. تو به من اعتماد کن. مگه میشه آسمان خیر و صلاح تو رو نخواد؟ خب من باید چی کار کنم؟ باید صبر کنم تا آبجیم سرش به سنگ بخوره؟ تو باید خودت سنگو بزنی تو سرش. یعنی چی آبجی آسمان؟ یعنی باید بگردی برای ظریفه یه پسر مناسب پیدا کنی. اوه کجا یه کاری فکر کردی به عقل خودم نرسیده بود؟ آخه تو این روستا کی اونو میگیره؟ همه از دستش فراری ان. پس باید یکی رو پیدا کنی که اونو نشناسه. از کجا پیدا کنم؟ ای بابا امینه. من همیشه فکر میکردم تو دختر باهوش و زرنگی هستی. عاشقی چشای تو رو حسابی کور کرده ها. یکم اینجا رو به کار بنداز دخترم. صفحات مجازی، اینترنتی. آره. به نظرت شدنیه؟ معلومه که میشه. قربونت برم. من ممنونم دختر. پس من سری دست به کار میشم. امیدوارم به زودی خبرای خوب بگیریم. ایشالله. راستی یادم رفت وایسا. بیا اینو ببر برای بابات. بهش بگو آسمون خانم فرستاده. راستی اینم بهش بگو. بگو اون قضیه حل شد. کدوم قضیه؟ تو بهش بگو، خودش میفهمه. برو دیگه، برو به سلامت. خدا رو شکر. امروز روز پربرکتی بود سمت. امروز روزیمون خوب بود. بعضی از درگاه میان، بعضی هم از اسکله بابا سالی. منظورت چیه؟ خسته نباشی. خوش اومدی دخترم. حالا چطوره؟ من دارم میرم. شب میبینمت بابا. صبر کن دخترم، این چه رفتاریه؟ هنوز به من قهری؟ نه خیر، برای چی باید قهر باشم؟ ببین دخترم، بابا انگار تو دلت نمیخواد من خوشبخت بشم. اگه میخواستی این کارو نمیکردی. چی کار میکردم؟ یعنی نباید به آخرین خواسته مادرت عمل میکردم؟ همینو میخواد؟ تو دلت راضی میشه آرزوی مادرت برآورده نشه؟ بگو دیگه. هر چیزی یه زمانی داره، مگه نه؟ اول خواهرتو میدیم، بعدش هم تو رو. باشه؟ ناز نکن دیگه. بخند بابا. ببینه دختر قشنگم، بیا اینجا، بیا میخوام بوست کنم. بیا عزیزم، بیا جان دلم. آفرین دختر قشنگم. برو دیگه. خداحافظ. شب میبینمت. خداحافظ. بابا راستی آبجی آسمان برای شیرینی فرستادی. دست درد نکنه. و گفتش که اون قضیه هم حل شد. گفتش که خودت میدونی چیه. باشه اتفاقا مشخص بود. برو عزیزم، برو. خداحافظ. خداحافظ. خسته نباشی.